هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. درود و پیام های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. در این برنامه با حضور فیلسوف معاصر ملی، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان دکتر نورالدین شهاب‌الدین یک صحبت داریم در اطراف آزاداندیشی و آفرندگی و نگفته نماند که فیلسوف معاصر ملی نورالدین شهاب‌الدین در این زمینه یک مونوگراف یا کتاب مفصل علمی تحت عنوان نیچه و زردوشت تاریخی در سال 2016 از طریق نشر دانش اکادمی ملی علم ها به نشر رسانده است در حجم 355 صفحه اگر 362 صفحه اگر خطا نکنم. در اونجا در اطراف همین مسئله، همین مفهوم و همین کاتگوری به اصطلاح فلسفی آفرندگی و روند آزاداندیشی صحبت انجام داده است و ما تصمیم گرفتیم که در این برنامه در اطراف همین موضوع صحبت کنیم. اولتر از همه خوش آمدید نورالدین گرامی برنامه و از همینجا شروع کنیم نورالدین که آزاداندیشی و آفرندگی، تناسب این مفهوم ها و این کاتگوری و این مقوله هایی که امروز عالم را فرا گرفتند و همه پیشروی هایی که در دنیا شده از به همین دو کاتگوری و دو مفهوم کلی بستگی دارند. بفرمایید. درست میگوید که مفهوم های آفرندگی و آزاداندیشی این از عصرهای 18 و 19 سر کرده در فلسفه جهانی ظهور نمودند و گوییم در اوج خود ما این را در فلسفه نیچه مشاهده میکنیم. لیکن باید این را در نظر داشت که این مفهوم ها در نتیجه یک روند تحول فکری که در فلسفه جهانی به وجود آمده بود خب شکل گرفتن و ظهور کردن. در اینجا دو مسئله هست. شما تصور کنید که وجود دارد فلسفه عنعنوی و فلسفه متافیزیکی و فلسفه نو. فلسفه نو فلسفه که در نیمه دوم عصر 19 و در عصر 20 در اروپا به وجود آمد. چه چیز اینها را از دیگر فرق میکنند با کدام خاصیت ها؟ در فلسفه عنعنوی انسان یک جنبه بسیار پاسیو را اجرا میکرد، غیر فعال بود. شما تصور کنید که مسئله اساسی در اینجا بود مثلا ایدئالیسم، ماتریالیسم یا جوهر، عرض، یعنی بازی با مفهوم ها. انسان در یک جا میشیند با همین مفهوم ها گویم یک تار میتند. هرچند که در مرکز قرار دارد لیکن بله در مرکز هست لیکن خود فعال نیست است. میخواد که جهان را معرفت کند و جهان یک معنی دهد. در نتیجه انکشاف علم های گویم زیست شناسی و همچنین دیگر علم ها، تغییر یافتن روندهای سیاسی، وضع سیاسی، این چیزها تاثیر کردن به فلسفه نیست. و هنوز از عصر 19 مثلا جریان‌های فلسفی که به وجود آمدن آنها با یک نوع اعتراض به فلسفه عنعنوی ظهور نمودند. مثلا شما تصور کنید که در این دوره به وجود آمد رویه پراگماتیسم که او گفت که هر چیزی که درباره مثلا این گپ‌های بیهوده است گفت درباره ماتریالیسم و ایدئالیسم و جوهر و این مسئله بحث کردن، گفت این گپ‌های بی‌معنی است. انسان باید که درباره تغییر دادن جهان اندیشه کند یا که خود باید عمل از کلمه عملگرای خود باید فعال باشد و همیشه در عمل باشد. یا اینکه مثلا مکتب دیگری که به وجود آمد مکتب فنومنولوژی، در این مکتب هم گفتن که دیگر گفتن انسان نباید اون چیزی که گفتیم پاسیو باشد، یعنی که یک نفر تماشابینه که در تئاتر نشسته است، او باید خود عمل کننده باشد، خود اجرا کننده یک نقش باشد. و در سرگه همین مکتب های نوی فلسفی که به وجود آمدن این فلسفه حیات قرار داشت که یکی از اساسگذاران این مکتب بود فریدریش نیچه. اگر تا این وقت فیلسوفان بیشتر درباره هستی گپ می‌زدند و می‌خواستند به سوال هستی چیست جواب دهند، در فلسفه حیات فیلسوفان رو آوردن به مسئله حیات یا حیات چیست. حیات هم خودش یک هستی است، یکی از نمودهای هستی میباشد، لیکن یک نمودی هستی است که دیگر در اینجا با اون مفهوم‌های کهنه‌ای که درباره هستی گپ می‌زدن بحث کردن نمی‌شود، برای اینکه غیر قابل پیش بینی است حیات. برای همین
همه اون فهمش هایی که وجود داشتن تغییر جهت کردن، تغییر ماهیت کردن و مفهوم و کاتگوری های نو به وجود آمدن که دیگر فیلسوفان سر این مسئله ها بحث میکردن و همچنین اون معنی هایی که در فلسفه عنعنوی وجود داشت دیگر به معنی گردیدن. ضرور بود که معنی های نو آفریده شود. رنگ خود رو در این آینه بحث های نو باختن. بله، همچنین آنها گفتن که دیگر مرحله فلسفی متافیزیکی گوییم با انجام رسیده است، ما باید که به فلسفه غیر متافیزیکی رو آوریم. خاصیت اساسی فلسفه متافیزیکی چی بود؟ خاصیت اساسی فلسفه متافیزیکی آن بود که فیلسوفان در اساس یک پرینسیپ جهان رو معنی داد میکردن. مثلا یک تاش میگفت جهان این اراده هست، یک تاش میگفت جهان این ایده هست، خب یک تاش میگفت جهان این آب است، آتش هست و مثل اینها. اما یعنی که یک حقیقت وجود داره در جهان. در فلسفه غیر متافیزیکی به وجود آمد، دیگر گفتن که جهان دارای یک حقیقت نیست است. مثلا جهان دارای حقیقت، اصلا جهان وجود ندارد، جهان ها وجود دارد. مثلا شما یک جهان هستید، من یک جهان هستم، هر کسی که این یک جهان است. و این باعث شد که فلسفه غیر متافیزیکی به وجود بیاید. در فلسفه غیر متافیزیکی دیگر نمیشد که با یعنی که یک حقیقت وجود ندارد. هر نفر یک حقیقت خودش دارد. هر کس حقیقت خودش رو دارد. و همین باعث شد که دیگر ما حقیقت هستی را یا حقیقت جهان را در وجود انسان‌های الهیده تصور کنیم یا که شرح یا معنی داد کنیم. و این باعث شد که به وجود بیاد در این مسائل‌های آفرندگی، آزاداندیشی و دیگر مفهوم‌هایی که با اینها در علاقه‌مندی قرار دارند. خودی اکنون آمدیم به سر نیچه. نوردین جان گفتید که همین اساسگذار یا که پایه‌گذار فلسفه حیات یا که فلسفه زندگی نیچه است. این نفری که او افکار پیشینه رو زیر سوال برد با ایده خود، با نظرات خود، با او بحث و جدل‌های خود، با انتقادات خود زیر سوال برد. اکنون میایم سری همون بحث اساسیمون که آزاداندیشی و آفرندگی. در همین مفهوم آفرندگی یا که آفرینندگی در فلسفه نیچه در مرکز توجه است و این با آزاداندیشی پیوند است و آزاداندیشی با روندی که به آینده نگرانیده شده است. همینطور نیست؟ بله. از اینجا شروع کنیم. بله. ما میگیم آزادی یا آزاداندیشی. اینها در خودی خود هنوز یک معنی سازنده ندارد. مثلا اگر اون چیزی که مثلا در فلسفه نیچه وجود دارد، نیچه میگه در اینجا دو چیز وجود دارد: آزادی از چی و آزادی برای چی. اگر ما گیریم مثلا که آزادی از چی، این هنوز ما میتونیم بگیم که نیمی مسئله هست. شما میتونید که از هر چیز آزاد شوید، لیکن این هنوز معنی ندارد که شما لکه دارای یک مسئولیت دیگر هستید. وقتی که ما میگیم که آزادی برای چی، به خاطر چی، با کدام مقصد، انا در این مورد آزادی ما دارای یک معنی سازنده میگیرد. بنابراین شما تصور کنید که در فلسفه عنعنوی معنی ها وجود داشتن، همین خلاص معنی های دینی وجود داشتن که در اینجا مثلا آفرندگی و آینده اهمیت نداشت، همه چیز در گذشته بود. آفریدگار بود، اون چیزی که آفریدگار آفریده است همش ما باید که به گذشته نظر کنیم. لیکن آفرندگی این یک معنی است که وقتی که شما فلسفه گذشته را انکار میکنید، معنیش چی است؟ یعنی شما همون معنی هایی که وجود داشتن شما اونها را باید انکار کنید. لیکن یک عملی سازنده یا که یک بزرگی یک فیلسوف در آن نیست است که فقط انکار کند. بزرگی اون در آن است که باید که چیزی نو داده تواند. همین آفرندگی این معنی نو است که هم به حیات داده می شود و هم به حیات انسان. یعنی چی؟ انسانیت با همین وجودی که دارد هیچگاه قانع نیست است. سرچشمه آفرندگی این یک پدیده مکانیکی نیست، پدیده وجودی است. انسان وقتی که همه معنی ها را از دست می‌دهد، یک زمانی که هنوز از مرحله حیوانی جدا شده است، در انسان یک ناراضگی وجود دارد، یک اعتراض. ناراضگی یعنی که او با اون محیطی که وجود دارد قانع نیست است و از این رنج میبرد و این رنج باعث میشد که اون میخواد که فراتر از خود آفرد. کلمه دیگری که آفرندگی افاده میکند این فراتر از خود آفریدن، یعنی از همون وجودی که دارد بالاتر رود و این باعث میشد که انسان دست زند به آفرندگی، انسان دست زند به تغییر دادن وجود خود، به تغییر دادن محیط خود، به تغییر دادن شرایط خود، وطن خود. همین یعنی یک رنجی که او را قرار نمیدهد باعث میشود که
روند آفرندگی در انسان و در جامعه به وجود بیاید. یعنی ریسکی که ریسک امنیتی و بخطری که در اون محیطی که به وای رسیده است زندگی میکند، اون وادار میسازد که به آینده توجه کند و در مبنای آینده سازی خودش سازد آفرینندگی آفرینندگی. بله خب میشه گفتن اینجا مثلا یک مسئله بخطری یا که مسئله ریسک هم گفتن، لیکن تصور کنید که فرقیت ما از حیوان همون است که حیوان میتواند با هر یک محیطی که طبیعت دادگی هست خودش را با آن مطابق کند، نمیتواند دیگر کند. انسان این خیلی خاصیت دارد که اون نمیتواند که خودش را با طبیعت موافق کند، اون میخواهد که طبیعت به خودش موافق کند و این موافق کردن طبیعت به خود توسط این عملی آفرندگی صورت میگیرد. یعنی وقتی درباره آزاداندیشی آفرینندگی گپ میزنیم با سه اصل توجه میکنیم. یکی خودی آزاداندیشی همچون روندی سازنده که روندی بازسازی و خودسازی و همینطور با خودی پیوند است. بعد مسئله دیگرش این است که از آزاداندیشی میبراید آینده ما با آینده توجه کردن و با ساختن خود و از یک درجه پایینی رفتن و توجه کردن، تلاش کردن تا و زینه بلند و به بلندترین رسیدن و همین هدف پیگیری کردن. یعنی خودی آزاداندیشی همچون روند، دوم هم هدف و سوم آینده بینی. یعنی اون چیزی که در همین مفهوم یک مفهوم دیگر استفاده برده در کتاب، در همون مونوگرافی نوردین جان در خاطرتان باشد، در همون مونوگرافی نیچه و زردشتی تاریخی تحریزی بنیادهای فرهنگ نوین همینطور نام دارد. در همونجا یک بخش دارد با نام آزادجانی و آفرندگی. همینطور یک انا در سری همین مفهوم در نیچه صحبت کردید، همین از زاویه دیدگاه نیچه بررسی کردید، سری همین مفهوم آزادجانی. درست است. خب پیش از آنکه ما درباره آزادجانی گپ زنیم، ما باید کم شرطیم در مسئله همین روند آفرندگی و نگویم معنی بخشیدن به حیات. باید گفت که در اینجا یک نظری نیچه نسبت به نظری داروین است. اگر ما گیریم اگر نظری داروین به واسطه باز علاقمندی میگیرد با نظری هگل درباره انکشاف، تطبیق انکشاف در طبیعت گوییم. خب در نظری اِوولوشنی داروین همین خیلی است که انسان آخرین نقطه گوییم اِوولوشن طبیعت یا تحولی طبیعت است و بالاتر از انسان دیگر چیز وجود ندارد. نیچه با همین نظری آفرندگی خودش نظر داروین رو انکار میکند. او میگوید که انسان میگوید این آخرین مرحله نیست است، یعنی مرحله که از جهت جسمانی گویم وجود دارد اِوولوشن من بعدی انسان که آن توسط آفرندگی، یعنی از مرحله انسانی به مرحله ابر انسانی رسیدن، یعنی خود را تجسم یعنی از یک زینه به زینه دیگر همینطور گذشته به زینه بالاترین و بالاترین رسید. بله، یعنی که مثلا ایده ابر انسانی که باز در نیچه وجود دارد این یک انجام نیست است، این آفرندگی به نهایت. همون ویچنیز وزورشینی که میگن بازگشت ابدی در همین طور صورت میگیرد، همین گشتن. بله، همیشه آفرندگی. و این آفرندگی در چی صورت میگیرد؟ این آفرندگی در کارهای هنری، مثلا در موسیقی، در رسامی، در مثلا آرکیتکتور، در مثلا تکنولوژی نوین. اینها یک روند به بازگشته که همیشه شما توسط آفرندگی جهان اصلاح میکنید. اکنون تا زمان نیچه مسئله آزاد فکری وجود داشت، فری سینکینگ. وقتی که نیچه اومد در اینجا مسئله آزادجانی پیدا شد. چی فرقیت وجود داره بین آزادجانی و آزاد فکری؟ آزاد فکری این یک خاصیت آزادجانی است. نیچه هدف نیچه فقط متمرکز شدن سر مسئله آزاد فکری نیست است. برای چی؟ وقتی یک کس خودش را آزاد فکر میگوید، اون میتواند که مثلا با این کلمه بازی کند. علیه که وقتی که یک کس آزادجان است، حتما از او خاصیت آزاد فکری به وجود می‌آید. در اینجا نیچه میخواد که وجود انسان را از همه خرافات هایی که وجود داشتن، آنها در شکل اخلاق، در شکل دین و در شکل فلسفی عنعنوی به وجود آمدگی بدن و هر یک معنی که در وجود بود، یعنی که جان انسان را آنها فرا گرفته بودن، بندهای بودن که جان انسان را پیچانده بودن. نخست نیچه میخواد که جان انسان را از همه بندهای معنوی که دین، اخلاق و فلسفی عنعنوی به وجود آوردگی بودن، از همه بندها رها سازد. و هدف از آزادجانی هم این یک مسئله بنیادی آزاد ساختن جان انسان. وقتی که جان انسان، روان انسان از همین تعلیمات هایی که وجود داشتن آزاد میگردد و آزاد فکر میشود خودش.
علیکن وقتی که ما فقط سری مسئله آزاد فکری میزنیم این مسئله میتونیم صرف نظر کنیم، یعنی که پیش از آن که تو آزاد شوی تو درباره آزاد فکری گپ میزنی. برای اینکه همین آزاد فکری سازنده باشد تو باید که اول جان خودت آزاد، روان خودت رو از تعلیمات های غیر حیاتی نجات دهی. در اینجا مسئله نیگیلیزم وجود دارد در فلسفه اروپایی و همچنین در فلسفه نیچه. مقصد چی است؟ مقصد اون است که نیگیلیزمی که نیچه میگه از دیگر یعنی هیجانگوری از دیگرها فرق میکند. فرق در چی است؟ دیگرها برای دیگرها حیات اهمیت نداشت، حیات انسان اهمیت نداشت. در نیچه باشد هر چیزی که ضد حیاتی بود و ضد حیاتی انسان بود همین اونها باید انکار گردند. در همینجا نیگیلیزم نیچه از دیگر روندهای نیگیلیسی یا هیجانگوری فرق میکند. یعنی او میخواهد که به خاطر اینکه حیات آزاد گردد، حیات انسان آزاد گردد که در آنجا پدیده آزاداندیشی به وجود میاد، شما باید اون تعلیماتی که عنعنوی بودن اونها مانع بودن در اینجا. اونها اونها انسان رو در حالت پسیوی نگاه می‌داشتن که فقط شنید اندیشه کنند. برای همین این را میگن که آزاد ساختن جان از مفهوم‌ها و ارزش‌هایی که آنها ضد حیاتی بودند. یعنی آزاد جانی این یک روندی فراتر از آزاداندیشی، فراتر از آزاد فکری، منور فکری است. بله منور فکری یا که روشن فکری است. روشن فکری یعنی روشن فکری نتیجه است. ببینید بعضی روشن فکرای هستن که ثمره میدن. همین خلاص مثلا روشن فکری که در اروپا به وجود آمد باید ثمره داد. برای چی؟ باید توانست محیط اروپایی رو دیگر کند. عصر 18 فرانسوی رو به نظر گیرید یا عصر 17 انگلیس ها رو به نظر گیرید. بعدیام برای چی دیگر حرکت های روشن فکری که در جنوبی آمریکا و در مثلا در آسیا و در آفریقا به وجود اومدن یعنی به نتیجه نرسیدن. برای اینکه اونها درباره سبب فکر نکردن. پیش از اون که اونها آزاد جان شوند اونها درباره روشن فکری فکر کردن. حالا که از نظر جنینی نتونستن که از اون آزاد شوند و بعد یک حرکت رو به وجود بیارند. بله برای همین ناموفق شد. بله. تشکر زیاد که دعوت ما رو پذیرفتید و یک صحبتی کوتاه هم که بود صحبتی فکر میکنم که مفید بود و بیننده میتواند از این طریق صحبت شما با او کتاب هایی که شما تالیف کردید از قبیل همون نیچه و زردشتی تاریخی اون شکل الکترونیک کتاب هست نوردین جان؟ بله. اگر باشد به اون مراجعت کنید. نیچه و زردشتی تاریخی. یک کتاب دیگری نوردین جان هست با نام در سپیده دم آزادی، بعدی این به نشر رسید سال 2020 به فکرم به نشر رسید و کتاب اخیرونه که به چاپ رساند متافیزیکای سینا بود 2022 بود و فکرم به نشر رساند. از اون میتوانید که از دیدگاه ها و افکار و نقطه نظرات و موقع گیری های نوردین آگاهی پیدا کنید. رسیدیم به پایان برنامه. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.